اگه میتونه یه پروانه شکارچی باشه و شکارگر باشه. اکثر پروانه‌ها لاروشون گیاهخوار هست. اما جالب ترین چیز در مورد شکارگریشون این هستش که برخی گونه‌ها واقعا به صورت اجباری گوشتخوارن و از تعدادی شته و یا شپشک تغذیه میکنن و حتی گزارش‌هایی وجود داره چیزی حدود 8 گونه از پروانه‌ها اینا از خون پستانداران میخورن. خون حتی انسان هم بهشون داده بشه اونا رو میمکن. حالا اصطلاحاً به عنوان ومپایر هم بهشون گفته میشه. فقط چیزی حدود 1% پروانه‌ها و شب‌پره‌ها هستن که اینا به اصطلاح در اونها گوشتخواری دیده شده. گوشتخواری هم 3 نوع میتونه باشه. در زمانی که غذا وجود نداره، لاروای پروانه در هنگام تغذیه میان و همدیگه رو میخورن. یه نوع دیگه گوشتخواری اختیاری هست، یعنی به اختیار خودشون گوشتخوار شدن، اونم در شرایط خاص. اما جالب ترین چیز در مورد شکارگریشون این هستش که برخی گونه ها واقعا به صورت اجباری گوشتخوارن و از تعدادی شته و یا شپشک تغذیه میکنن لارو پروانه ها.